با سلام و درود خدمت دوستان عزیز. بحث امروز ما سقف‌های پیش ساخته است. سقف‌های پیش ساخته معمولاً در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها به صورت آماده ساخته می شود و در محل میارن وسیله جرثقیل روی اسکلت ساختمان ها قرار میدن و پوشش به وجود میارن. به دو روش اینا ساخته میشه، یکی به صورت تخته و دیگری به وسیله پایه. یعنی دو تا پایه دارد که مقاومت فشاری اینه بالا ببره. اگر ما ضخامتمان بخواد ضخامت دالمان کم باشد، باید برای اینکه مقاومت بالا ببریم در طول دال دو تا پایه قرار بدیم. پایه که همراه همین دال ساخته میشه دو تا پایه قرار بدیم که فشار مقاومتی تحمل بکنه. و اگر نه میخوایم تخت باشه باید ضخامت بالا ببریم، یعنی ضخامت دال بالا بره که تحمل فشارش زیاد شود. و حالا میان اینا به وسیله یا پیچ و مهره یا این که صفحه هایی در اینا تعبیه میکنن که به تیرهای اصلی ما جوش بشن. یعنی اینا مثل پازل میان رو سقف قرار میدن. وقتی قرار دادن یه قطعات فلزی تو اینا کار شده که یه طرفش بیرونه و به تیرهای اصلی مال اسکلت ساختمانه جوش میشه یا اینکه به اینا پیچ میشه. مشکلی که این سقف‌ها دارن این نیست که مثلا این دال ما از دو طرف یا از 4 طرف با تیرهای اصلی ارتباط کامل داشته باشه. معمولا در هر طرف 2 نقطه 3 نقطه جوش میشه و احتمالش هست در اثر زلزله یا اینکه فشارهای زیاد اینا سقف‌ها از هم جدا بشن و موجب خسارت فراوان بشن. استفاده این سقف‌های پیش ساخته در خونه‌های پیش ساخته به کار میره. خونه پیش ساخته هم که دیواراش هم همچنان در داخل کارخانه ساخته میشه، میان سقفش هم همونجا درست میکنن که اینه به صورت قطع قطع کنار هم میذارن. اول دیواره میذارن، مهار میکنن، به هم ارتباط میدن. کاملا که آماده شد تکیه‌گاه براش درست میکنن، بعد سقف‌های روی اینا قرار میدن. بعد در اسکلت بتونی به کار میره. یعنی اسکلت بتونی ما تیرهای اصلی ما بتون ریزی شده است، همراه ستونا آماده است که فقط سقف یا روش قرار بگیرد. یعنی تیرهای اصلی و فرعی این نیست که واسه سقف‌های دیگه با هم بتون ریزی بشن. تیر آماده شده، ستونا آماده هست، اسکلت آماده، فقط اینا میارن روش قرار میدن. یا اگر مثلا دیواره باربر درست کردن، شناج عمودی افقی بستن، اینو میارن با جرثقیلش قرار میدن. یا اسکلت فلزی هم به همین طریق. معایبی هم که دارن خدمت عرض کردم که اینا احتمال هست چون کاملا با تیرهای اصلی ارتباط دارن، ممکن است در اثر یه موقع فشار و زلزله و اینا تخریب بشن.
و معایب دیگه اینو دارن که سرعت کار خیلی بالا میبرن. یعنی شما دیگه مثلا یه 100 متری از صبح تا ظهر میتونی اجرا بکنی و تحویل بدی دیگه. اون مراحل بتون نگهداری بتون میخواد و نمیدانم قالا بذارو نه جک بذارو نه فلان بکو، اینا نداره. سری یه جر سقیل میارید سقف ده پوشش میده. این خوبی هم دارد. حالا مسئله تأسیسات است که تأسیسات معمولا دیگه مثلا لوله های آب و برق یا این که تو اینا پیش بینی شده، اگر نشده باشه باید دیگه از زیر این سقفا یا از روی سقفا عبور بدیم و دوباره یه مثلا کفسازی ازش بکنیم. اگر زیرم که باید اگر دار سقف صاف بود که از زیر یه نرمه کشی میشه، بعدش هم ازش میشه استفاده کرد، گچ بزنی نمیدانم نرمه بزنی، یه کار دیگه سقف تمام. ولی اگر پایه دار بود باید برای اینکه زیباتر بشه بیا از سقف کازمان استفاده بکنید. بس ما در اینجا تقریبا تمام شد. بحث ما ادامه دارد. سالم و تندرست باشید. خدا نگهدار.